لطفاً اینو چند بار گوش بده. یکی از مهمترین سوالات زندگی هر کسی اینه: آدم امن تو کیه؟ شاید خیلی شنیدین. قابل توجه دخترها و پسرها یا خانوما و آقایون فرق نمیکنه. ببینید اصلا رابطه درست اینه که یک آدم امن کنارته که روانت کنارش سالمه. درست؟ در واقع آدم امن کسی که بعد حرف زدن باهاش، بعد اینکه باش صحبت میکنی، احساس آرامش کنی، نه پشیمونی. چطور؟ چون آدم امن نواقص و کمبوداتو میبینه، متوجهی؟ و با آگاهی از اونا، با علم به اونا همراهته. چقدر قشنگه. و این حس رو بهت میده که چی؟ اصلا نیازی به خودسانسوری نداری. آقا خانم، در واقع میتونی خودت باشی. و چقدر حضور چنین شخصی زیباست. اگه دارید ولش نکنید.